قاعده 44 توحید و شرک در استغاثه را بدانیم. استغاثه چی را میگن؟ استغاثه به معنای کمک در وقت بسیار سختی هست. استعانت، فرق بین استغاثه و استعانت در اینمی هست که استعانت در حالات نرمال خواسته میشه و در حالات هر حالت ما و شما میتونیم استعانت از الله بخواهیم. مثلا مشکل داری یا مشکل نداری یا هر حالتی که هست، استعانت در عالم ما فوق است و از الله خواستن. استغاثه چی رو میگن؟ استغاثه غوث به معنای کمک خواستن است در حالات سختی، در حالت سختی که سر بسیار فشار آمده است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر در بسیار حالت خراب قرار گرفتند. تعداد صحابه کم، اسلحه‌شان کم، امکاناتشان کم، اما مشکل قوی چی است که دشمنای از اینا که مثلا مشرکین هستند تعدادشان بسیار زیاد، یا 312 یا 313 نفر هستند. نظر به روایت تاریخی که میاد سیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم 313 نفر یا 312 نفر هستند. مشرکین 1000 نفر هستند، بیشتر سه چند از اینا، سه چند. و اینا تعداد وسایلشان، وسایل جنگیشان بسیار کم و ضعیف است. متوجه هستین؟ بسیار وسایل کم دارن، وسایل جنگیشان بسیار کم است، امکاناتشان کم است. شترهایی که مشرکین داشتن و غذایی که مشرکین داشتن و اسب‌هایی که مشرکین داشتن، سلاحی که داشتن، دولها داشتن و چی داشتن، یک دفعه آمدن سه برای حمله کردن بالای از اینا. در حالت بحرانی آل وقت چی است؟ وقت استغاثه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طرف قبله میکنه و با الله میگه که یا الله کمک کو، یا الله اگر نصرت تو نباشه ما هیچ چیز کرده نمیدونیم، یا الله وضعیت ما بسیار خراب است. حتی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دستای خود بالا گرفت و دعا کرد که حتی اون قدیفی که ما شما میگیم دستمال بالای شانه میباشونه، میگه این قدیفی رسول الله صلی الله علیه و سلم 70 است چیزشون زیاد چیز، حالت گریه و عاجزی و الله میگه استستغیثون ربکم، وقتی که شما به پروردگارتان چی میکردین؟ استغاثه میکردین. فاستجاب لکم. باز الله سبحانه تعالی امیجه دعا، استغاثه هم دعا هست، دعا عبادت شد. استعانت هم استعاذه فکرتان باشه، استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه بردن عبادت است، دعا هست. استعانت دعا هست، استغاثه دعا هست، منتها آلاتش چی میکنه؟ فرق میکنه. پس وقتی کل زی دعا شد، دعا چی هست؟ عبادت هست. این حال در وقت بسیار سختی ما شما یا الله یا الله سرم درد میکنه نمیگم یا الله، یا گردیم بسیار درد میکنه یا الله یا الله یا الله نزدیک از گردیم بکفه یا الله. استغاثه میکنه به بارگاه کی؟ الله. و رسول الله صلی الله علیه و در جایی که درد میکنن دستبان بگو 7 مرتبه بگو بسم الله بسم الله بسم الله. باز بعد از بگو که اما ترس نه، اما حدیث شریف که بده باز بگو که اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. این حال بسیاری که اساس وقتی که سر شکمک فشار به استغاثه به غیر الله میکنه. فهمیدین؟ یعنی ایش شرک میشه. چرا که دعا که عبادت شد و غیر الله که استغاثه کردی سیزنه، پس دعا را به کی کردی؟ به غیر الله کردی. یگانه که میگه وای 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 مادر جان، وای پیرسای، وای پیر جان، وای فلانی خان خاصه باشه. پس ما و شما چی میگیم؟ خود رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید تشریع و طریقی کی باید باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله در حالت بحرانی به کی رجوع کرد؟ چی گفت؟ استستغیثون
ربکم. شما استغاثه به کی میکنین؟ این حال بسیاری کسایی که میگه یا محمد و یا عمر و یا علی و یا حسین و یا ابوبکر و یا فاطمه و یا بلال و یا زینب و یا مثلا یا شاید شمشیره و یا مثلا فلانی، این حال ای در حقیقت استغاثه به غیر الله میشه و استغاثه باید به کی شوه؟ به الله شوه. غوث الاعظم، او کسی که ما و شما را بسیار ذات با عظمت است که در وقت مشکلات بر ما کمک میکنه، کی است؟ الله هست. نه اینا در افغانستان غوث الاعظم کی رو میگن؟ مخلوق هم میگن یا خالق هم میگن؟ حتی نامای ما چی است؟ حتی بعض یگان تا مسجد هاست نام شما مسجد غوث الاعظم دستگیر، یعنی که هم تو رو در حالات سختی ها کمک میکنه و هم دست میگیره. کی میگیره؟ مخلوق یا خالق؟ این حالی مطابق عقیده توحید است یا مخالفش است؟ مخالف است. چرا نمیفهمه مردم؟ به خاطر ازی که بیچاره عقیده را نخوانن. وقتی که عقیده را نخوانن این مشکل باش پیدا میشه. بس استغاثه که هست فکرتان باشه استغاثه هم عالم اسباب داره و عالم مافوق اسباب داره. همیشه در مسائل استعانت و فهمید یعنی استعانت و استعاذه و استغاثه و یا عالم اسباب و مافوق اسباب باید در نظرتان باشه. در عالم اسباب رسول الله صلی الله علیه و سلم اسب گرفت نگرفت؟ در عالم اسباب از صحابه را بر جهاد آورد نآورد؟ پس وقتی که آل دیگه اسباب دنیوی دیگه اینم قصد آل ما میخوایم رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که مافوق اسباب دنیوی در عالم مافوق اسباب کمک بخواد که 313 نفر سر 1000 نفر کامیاب بکنه. اینه کی میتونه؟ الله میتونه. پس اینجاست که استغاثه در مافوق اسباب از الله خواسته میشه. اما فکرتان باشه که استغاثه در عالم اسباب از یک مخلوق هم کرده میتونی به شرط که اون مخلوق توانایی از اون چی داشته باشه. مثلا دکتر است تو برش میگی او دکتر صاحب تیز بیا که گرده این کفید، او دکتر صاحب تیز بیا. پس دکتر صاحب پیچکاری درد پیشش است میتونه بیای عاجل پیچکاری بکنید و امی درد تو چی شوه؟ تخفیف شوه. فهمیدین نه؟ یعنی ما و شما نباید در مسائل اعتقادی بعضی اوقات افراط میشه و بعضی اوقات تفریط میشه. در عقیده اسلامی وسطیت است. وسطیتی است که در عالم اسباب از مخلوق ما میتونیم به مخلوق استغاثه بکنیم در اموری که این مخلوق توانایی از او را داشته باشه و در عالم ما فوق اسباب تنها از کی به کی استغاثه میکنیم؟ به الله. چرا به مخلوق نمیکنیم؟ چون مخلوق توانایی در عالم ما فوق اسباب نداره و اگر کسی در عالم ما فوق اسباب به مخلوق مراجعه میکنه در حقیقت صفت کن فیکون الله را برای کی میده؟ بر مخلوق میده. فهمیدی مطلبه؟ خب از این خاطر در عالم اسباب و مثلا در قرآن اردوش آمده در عالم اسباب آمده که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. در قصه موسی علیه السلام که اونمو کسی که از قوم موسی علیه السلام بود ای به موسی علیه السلام استغاثه کرد که او موسی این ایسایی که فرعونی مرا لط میکنه مرا میزنه. متوجه هستی یعنی؟ پس اینجا ای استغاثه کرد در عالم چی؟ اسباب. چون موسی علیه السلام میتونست که در عالم اسباب چی کنه؟ امی شخص از امی ظالم چی کنه؟ خلاص بکنه. صحیح شد نه؟ پس استغاثه در عالم اسباب هم در قرآن آمده و در عالم مافوق اسباب هم در قرآن آمده که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. باز الله فرش چون از مافوق اسباب الله دید که اینا 300 نفر هستن عاجز هستن چند هزار ملائکه رو روان کرد. وقتی که ملائکه آمدن شمشیر دادشون است. بعضی از روایات میگه که وقتی میدیدن که یک نفر کافر که همون کت شمشیر زده شده زمین فرق که همون دو توته شده تا کت اسب مسبش خودش کت اسبش نصفشی طرف افتاده نصفشی طرف افتاده. این زدن ملائکه بود که الله اونا را لشکر خود روان کرد. باز در آخر غزوه بدر که می خلاص شد آیات قرآن نازل شد که ای پیغمبر و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این شکستی که بر از اینا داد این زدن تو نبود. این شکست دادن از اینا از طرف کی بود؟
از الله بود. چرا شما تعدادتان هم کم بود، امکاناتتان هم کم بود. متوجه شدین؟ پس استغاثه در عالم اسباب است و عالم ما فوق اسباب است. و چون استغاثه در عالم ما فوق اسباب عبادت است، رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در بعضی اوقات در عالم اسباب هم که اگر یک نفر یک کلمه را استعمال میکرد، پیغمبر هم احتیاط میکرد. مثلا امام طبرانی یک روایت میکنه، میگه که فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم منافق یؤذی المؤمنین، یک منافق مسلمان ها را ضرر میرسان. فقال بعضهم قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی الله علیه و بریم ما به کمک امر رسول الله کمک بکنیم، ما را کمک بکنم من هذا المنافق. فقال النبی صلی الله علیه و سلم انه لا یستغاث بی و انما یستغاث بالله. استغاثه به من نمیشه، استغاثه به کی میشه؟ به الله میشه. اینجا علما چی میگن؟ میگن همینجا خود رسول الله صلی الله علیه و کمک کرده میتونه برشان این مسئله. متوجه هستین؟ و این خود عالم اسباب بود، لکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواست که بر از اینا عقیده را درست بفهمونه که اصل کمک از کی خواسته میشه؟ از الله خواسته میشه، هم در عالم اسباب هم در عالم ما فوق اسباب. متوجه باشیم. و ما که هستیم یک وسیله شاید شویم، لکن این در مسائلی که توانایی ما را داره. پس ایناله در استغاثه هم در چیزی که الله بر ما اجازه داده امور میکنیم، مطابق عقل خود پیش نمیریم. مثلا در امور تشریعی استغاثه به الله بکنیم در مافوق اسباب، یا به پیغمبر بکنیم؟ به الله بکنیم. آیا بین خود و بین الله پیغمبر در وسط قرار بدیم، اول پیش پیغمبر بریم باز به الله دعا بکنیم، یا مستقیما دعا بکنیم؟ شریعت بر ما میگه که واسجد وقت خودت به الله مستقیما چی کو؟ سجده بکن و به الله خود قریب بساز. ضرور نیست که پیش شخص دیگه بری. پس پیغمبر من حیث معلم، من حیث مربی، من حیث رهنما بر ما و تو استغاثه را یاد داد. حالا استغاثه به کی میکنیم؟ به الله میکنیم. متوجه هستین یعنی؟